یه موزه ناکامی. یه بابایی تو سوئد 7 سال وقت گذاشته همه تولیداتی که قرار بود دنیا رو زیرو کنه ولی شکست خورده رو جمع کرده گذاشته توی موزه. این جالبه. کوکاکولا با طعم قهوه. باورت میشه؟ مهمتر از همه چیزایی که این آقا تو موزه جمع کرده خود ایدهشه. همه فکر میکنیم موفقیت آدم هست که مهمه، ولی این آقای سعودی تو تحقیقاتش فهمیده 90% نوآوری یا شکست میخوره. 90%. اونم تو دنیایی که هر روز داره یه چیز جدیدی وارد بازار میشه. تولیدات هنری هم بهش اضافه کن که خودش داستان دیگه ای داره. بعد میبینیم تو همین لحظه چه همه آدم شکست خورده رو کره زمین دارن زندگی میکنن. چقدر آدم باید با ناکامیاشون کنار بیان، تصمیم بگیرن از نو شروع بکنن، ادامه بدن یا یه کار دیگه بکنن.